داخل این ویدیو قراره یه ایده فوق‌العاده برای کسب درآمد از دیوار بهتون معرفی کنم. ایده‌ای که نه تنها حاشیه سود خیلی بالایی داره، بلکه مهمتر از همه اصلا نیاز به سرمایه اولیه هم نداره. حالا اگه این ویدیو رو با دقت ببینی و نکاتی که بهت میگم و درست و کامل یاد بگیری، به راحتی میتونی روزی بین 200 تا 500 هزار تومان از همین روش خیلی راحت درآمد داشته باشید. من خودم قبلا این روش رو امتحان کردم، میدونم که جوابه، پس خیالت راحت باشه. اگه که تو هم دنبال یه روش واقعی واسه کسب درآمد از دیواری، اول از همه این ویدیو رو لایک کن و تا آخرش همراه من باش و لطفاً ویدیو رو هم جلو نزن، چون ممکنه یه نکته رو بگم و تو از دستش بدی و بعد توی کامنت ها بگی که فلان چیزو نفهمیدی یا روش جواب نداد. پس با دقت و تا انتهای ویدیو همراه من باشید. اگه که داخل این سایت یا برنامه دیوار عبارت قاب گوشی با عکس دلخواه رو سرچ کنی، با کلی آگهی روبرو میشید که قیمتاشون از حدود 200 هزار تومان شروع میشه و حتی تا 500 هزار تومان هم میرسه. حالا نکته مهم اینجاست، ما هم قرار دقیقاً از همین روش کسب درآمد کنیم، یعنی چاپ عکس دلخواه رو روی قاب گوشی انجام بدیم. اما چطوری؟ ببینید دوستان، تقریبا توی هر شهر یا شهرستانی حداقل یه چاپخونه یا خدمات چاپ هست که این کار رو براتون انجام میده. یعنی شما فقط کافیه عکسی که مشتری خواسته رو به اون بدید و اون براتون روی قاب گوشی چاپ کنن. هزینه این کار هم معمولا بین 150 تا 200 هزار تومانه. حالا اگه همون قابو داخل دیوار بذاری، حتی تا 400 تومن تا 500 هزار تومن هم میتونید بفروشید و سودی که براتون میمونه واقعا قابل توجهه. حالا شاید بپرسید که جایی زندگی میکنم که چاپخونه نداره، بعد چی کار کنم؟ یا مثلا دلم نمیخواد از خونه بیرون برم. نگران نباش، چون برای اینم راه حل دارم. مهمترین قدم برای شروع ثبت آگهی جذاب و مشتری پسند توی دیواره و مهمترین بخش هر آگهی هم عکس اون محصوله، چون اولین چیزی که چشم مشتری رو میگیره همون عکسه. برای ساختن این عکس ما از چت جی پی تی استفاده میکنیم. فرض کن یه مشتری عکسی فرستاده و خواسته این عکس رو روی قاب آیفون ایکسش مثلا چاپ کنه. شما فقط کافیه همون عکس رو به چت جی پی تی بدین و این پرامپتی که کپشن براتون میذارم رو کپی کنین و داخل چت جی پی تی با همراه اون عکس ارسال کنین. و اینجا میتونین مدل گوشی رو تغییر بدین. مدل گوشی مشتری هر مدلی هست رو اینجا میتونین بنویسین، مثلا آیفون ایکس یا هر مدل دیگه ای، و پرامپت رو داخل این قسمت پیست میکنید و ارسال رو میزنید و بعد از چند لحظه همینطور که میبینید خروجی دقیقا همون چیزیه که دنبالش بودید. حالا شما میتونید با همون ترفند یه نمونه کار حرفه‌ای درست کنید برای آگهیتون، توی دیوارم ازش استفاده کنید یا حتی قبل از چاپ نهایی برای مشتری بفرستید تا ببینه نتیجه چطوری میشه. این کار نه تنها نشون میده که شما حرفه‌ای هستید، بلکه باعث میشه مشتری بیشتر بهتون اعتماد کنه و تبدیل بشه به مشتری دائم. تازه ممکنه خودش برای شما هم مشتری جدیدم بیاره. خب حالا فرض کنید از یه مشتری سفارش گرفتید. سوالی که پیش میاد اینه که چطور باید اون عکس رو روی قاب گوشی چاپ کنیم. من یه سایت خیلی خوب پیدا کردم به اسم کیس پلاس که این کار رو برامون خیلی راحت تر کرده. فقط کافیه وارد سایت بشید. توی مرحله اول از این قسمت برند گوشی رو مشخص میکنید، مثلا سامسونگ، شیائومی، آیفون و هر برند دیگه ای. بعد از اون مدل گوشی رو انتخاب میکنید. خوشبختانه این سایت تقریبا همه مدل‌ها رو داره و این یعنی شما محدودیتی توی انتخاب گوشی ندارید و میتونید سفارش‌های متنوعی رو بگیرید. بعد از اینکه مدل گوشی رو مشخص کردین، حالا نوبت میرسه به انتخاب نوع قاب که بسته به سلیقه و انتخاب مشتری میتونی یکی از اینا رو انتخاب کنی. حالا باید اون فایل تصویری که مشتری براتون فرستاده رو و قراره چاپ بشه رو توی همین قسمت آپلود کنید. وقتی تصویر آپلود بشه فقط کافیه روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. بعدش اطلاعات مشتری مثل اسم، فامیل، کد پستی و آدرس رو وارد میکنید و در نهایت سفارشتون رو تکمیل و ثبت کنید. در نهایت هم سفارش ثبت میشه و محصول مستقیم میره در خونه مشتری. به همین سادگی، بدون اینکه حتی لازم باشه برید بیرون از خونه یا هزینه از جیب خودتون پرداخت کنید، میتونید یک کسب و کار واقعی راه بندازید. در واقع شما دارید با پول خود مشتری کار میکنید، یعنی بدون سرمایه اولیه
این کار رو انجام میدین و برای مشتری ارسال میکنین. پس دیوا رو اصلا دست کم نگیرید. اگه که درست با خلاقیت ازش استفاده کنید میتونید درآمدایی ازش داشته باشید که واقعا از حد تصورم خارجه. پس سریع ازش نگذرید و خیلی دقیق و با خلاقیت این روش رو اجرا کنید و درآمدهای خفنی رو به جیب بزنید. اگر که از این روش خوشتون اومد و اگر که این روش براتون مفید بود حتما ویدیو رو لایک کنید و اگه که دنبال همچین روش‌های ساده‌ای واسه کسب درآمد هستید حتما کانال رو سابسکرایب کنید، چون هر روز داریم کلی از این روش‌های کسب درآمد داخل این کانال رو براتون قرار میدیم. ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و یه سرم به بقیه ویدیوها بزنید. مطمئنم که کلی به کارتون میاد و براتون سود داره. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدارتون.